سرخط خبرهای مهم: تاجیکستان و قرقیزستان خط سیرهای نوی هوایی گشودند. مرا به جنگ نبرید، کمک‌خواهی یک تاجیک از زندان روسیه. وعده ترامپ به مهاجران غیر قانونی در آمریکا و یک جوان تاجیک را برای بحث با پیرزن روس حبس کردند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 17 اپریل. تاجیکستان و قرقیزستان تصمیم دارند بین دو کشور پروازهای نو را راه اندازی کنند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور خبر داده نوشته است که این مسئله هنگام ملاقات حبیب‌الله نظرزاده و دانیار بوستانوف راهبران اگنتی‌های هوانوردی شهروندی تاجیکستان و قرقیزستان بررسی شده است. به اطلاع منبع، پروازهای نو از شهرهای دوشنبه و خوجند تاجیکستان به سمت اسیقکول قرقیزستان برآمده می‌شوند. همچنین جانب‌ها خواستار زیاد شدن شمار پروازها از شهرهای دوشنبه و خوجند به شهر بیشکک شدند. 14 مارس سال روان، پس از 4 سال قطع خط سیر هوایی بین تاجیکستان و قرقیزستان، شرکت سامونیر اولین پرواز هوایی را در سمت دوشنبه بیشکک دوشنبه انجام داد. پس از آن 16 مارس شرکت آسمان ایرلاینز قرقیزستان اولین خط سیر مستقیم هوایی در سمت بیشکک خوجند بیشکک را انجام داد. کمیته تفتیشاتی روسیه برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی نسبت به یک جوان تاجیک پرونده جنایی باز کرده است. الکساندر باستریکین رئیس این کمیته دستور داده است که عاید بر رفت تفتیشات شخصا به او معلومات دهند. طی چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نواری دعوای یک جوان تاجیک با پیرزن روس که می‌خواست نقاب همسفرش را از سرش بکشد چرخ می‌زند. بحث و دعوا در متروی فیلاتوفلوگ روز 31 مارس سر زده است، اما نوار روز 15 اپریل رسانه‌ای گردید. در این نوار پیرزن روس با ایراد می‌خواهد که نقاب جوانزن تاجیک را از رویش بردارد و این را عکس برداری می‌کند، اما همسرش که همراهش بود به این عمل زن روس واکنش کرده او را تله می‌کند و دستگاه نوار برداریش را از دستش می‌گیرد. نسبت به این شهروند 21 ساله تاجیک پرونده باز شده با قرار دادگاه ناحیه شیربینسکی او را 13 شبانه روز از آزادی محروم کردند. پیرزن روس را نیز 7 شبانه روز حبس کردند. به نوشته رسانه‌های روسی، این پیرزن ناتالیا مدودوی 61 ساله سابق روزنامه‌نگار بوده است و به نشریه اسرارژنا نووستی گفته است که از چنین تبلیغ دین در مسکو به حیرت افتاده خواسته است که زن را آگاه کرده او را عکس برداری کند. پس از آنکه رسانه‌های محل‌گرایی روس این حادثه را تابش ملت‌گرایانه و نژادستیزانه داده نشر کردند، تفتیش قضیه را خود رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه به عهده گرفت. زندان رقم 26 در ولگراد روسیه که با بدرفتاری به محبوسان نام برآورده است، باز در مرکز توجه قرار می‌گیرد. مأموریت محبس دیگر بار از زندانیان را به امضای قرارداد با وزارت دفاع مجبور می‌کنند. مثل پیشین، هدف اساسی مسئولان زندان سفربری مهاجران به جنگ است. تفصیلات بیشتر در گزارش میرزانبی خالقزاد. یک محبوس تاجیک پیش از آنکه به حجره جزادهی یا شیزا در زندان فرستاده شود، با ارسال پیام صدایی به یک شناس خود از او مدد خواسته است. شیزا جایی است که محبوسان را تنها و در شرایط سخت‌تر نگاه می‌دارند. شخصیت محبوس و با کدام عیب زندانی شدنی او در اختیار تلویزیون ناستایشی وریم، یک بخش رادیوی آزادی است، اما به دلیل‌های امنیتی فاش نمی‌شود. در پیام صدایی محبوس از فشارهای بی آخر مأموریت مؤسسه اصلاحی نقل کرده است. ناظران زندان حجره تنبیه را چون یک واسطه فشار آوردن به محبوسان استفاده برده هر کسی از رفتن به جنگ سرکشی می کند او را در شیزا جای می کردند. اینجا تاجیکان را زیر فشار سخت گرفتند. بعضی از محبوسان میگویند بگذار جامعه تاجیکان یا کسی در آزادی است این کار را حل کند. بگذار زنگ زده پرسند که چرا به سبب همه را در این اتاق جا میکنند. اینجا از ما میپرسند که چرا به جنگ نمیروید. من قرارداد را خواندم، به من معقول نشد و امضا نکردم.
من حق دارم که شناس شوم با این قرارداد. من در نزد اینها نمیگویم که کسی از نامم عریضه می‌نویسد. حالا باز با سنجش می‌فرستند. بچه‌ها میگویند که باید کسی از سفارت آمده ما را حمایت کند و پرسد که آنها چی کار کرده ایستادند. من وقت ندارم. حاضر باید لباسهایم را جمع کنم و به کمیسیون روم. تو ببین شاید کسی از بیرون تواند به این مسئله رسیدگی کند. بگذار به زندان رقم 26 بیان. به ترتیبی است اینجا. باید حل کنیم. این صحبتی محبوس به دست حامی حقوق تاجیک کریمجان یاروف رسیده است. وی میگوید صاحب صدا را شناخته است و همدیهش می باشد. من صدای موجی را شناختم. وی از دهه من است. وقتی درباره خودش معلومات داد باز باور حاصل کردم که این همان آدم است. من میدونم که او برای چی زندانی شده است. تا جای میدونم این آدم‌ها در زندان دیگر بودند و برایم عجیب بود که آنها در آنجا پیدا شدند. این به آن معنی است که این کار هدفمندانه صورت میگیرد تا آنها را به جنگ فرستند. به من نقل کردند که این همدیه مرا بار سوم است که به شیزو میفرستند. حالا او باز در شیزو است. به هر بهانه نوچیز مجبور میکنند که به جنگ رود. وی گفته است اول با قرارداد شناس میشود. وقتی دید امضا نکرد. اکنون زیر فشار میخواهند این کارو کنند. مؤسسه اصلاحی رقم 26 در ولگوگراد با تحقیر و شکنجه محبوسان معروف است، اما معمولترین اصول شکنجه در این زندان به شیزا یا اتاق جزادی فرستادن محبوسان است. گفت که به آنها فشار می‌آورند. به آنها احتمال توسط فعالانی که با مأموریت همکاری دارند فشار می‌آورند. با بهانه ناچیز جزا می‌دهند. من با شخصی صحبت کردم که یک وقت با او در زندان بود. وی نقل کرد که در شیزا در یک روز یک بار خوراک می‌دهند و یک ساعت به بیرون می‌برند. پیشتر شرایط دیگر بود. حالا در آشیانه سیوم یا بامی بینو هستند. میگوید شرایط بد است. خوابروی نمی‌مانند. تا جای من میدونم ساعت 6 صبح رخت خواب را میبردارند و آدم باید تا 10 شب با پا راست باشد. برق آنجا 24 ساعت روشن است. به گفته حامی حقوق تاجیک، حالا به او شکایت‌ها درباره از زندان به جنگ برده شدن محبوسان از سوی وزارت دفاع روسیه کمتر میرسد. اکنون این کار را مسئولان زندان‌ها انجام میدادند. نمیدونم، شاید این تشبوس رهبران زندان‌ها باشد یا یگان شرطنامه دارند. شاید پول میگیرند یا ممکن با دستور گوبرناتور این کارو میکنند. چون ما میدونیم که هر منطقه گروه معینی آدمان را باید فرستاد. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سال 2023 تنها 100 مورد جلب محبوسان تاجیک را از زندانهای روسیه به جنگ تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات ندادند. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا گفت برنامه نوی را برای مهاجران غیرقانونی راه اندازی میکند که امکان میدهد در صورت اختیاراً ترک کردن مهاجران از این کشور مقامات آمریکا با آنها پول میدهند. در مصاحبه با فوکس نوتیسیاس رئیس کاخ سفید توضیح داده است که برنامه اخراج داوطلبانه در آینده امکان ورود قانونی را به ایالات متحده پیش بینی میکند. ما با آنها یک مقدار پول و چیپتای هواپیما خریده با آنها همکاری میکنیم. اگر آنها مناسبت خوب داشته باشند کاری خواهیم کرد تا در آینده آنها را هرچه زودتر برگردانند، گفت پرزیدنت آمریکا. اما پرزیدنت آمریکا مشخص نگفته است که این برنامه چگونه کار خواهد کرد. مبارزه ضد مهاجرت غیرقانونی یکی از وعده‌های اساسی برنامه انتخاباتی دونالد ترامپ بود. واشنگتن پست خبر داده است که مأموریت ترامپ نیت دارد تا آخر سال 1 میلیون مهاجران غیرقانونی را از ایالات متحده اخراج کند. مکتب‌های قفقاز شمالی به جنوب روسیه به کودکان درس‌های تیاری حربی می‌آموزانند. طبق برنامه تعلیم به کودکان طرز تیرپرانی و نارنجک افکنی آموزنده می‌شود. مقامات می‌خواهند دانش آموزان برابر ختم مکتب آمادگی حربی نیز داشته باشند. قفقاز ریالی نوشته است که این تشبوس در محله ها می تواند با مشکل روبرو شود.
аввали моҳи март маълум гашт ки идораи маорифи вилояти ростов барои таъмини мактабҳо бо нусхаи асли тапончаи Макаров беш аз 27 миллион рубл ҷудо мекунад. дар ҳуҷҷатҳое ки ба дасти ин расона расидааст маълум гаштааст ки 743 адад тапончаро ба мактабҳои минтақавию шаҳрҳои калон мефиристанд. зарурати таъмин намудани мактабҳо бо аслиҳаро коршиносон ба ҷорӣ шудани фанни нави асосҳои амният ва дифои ватан мансуб донистанд ки соли хониши 2024 оғоз гардид. ин дарс ҷойи фанни асосҳои бехатарии ҳаётро иваз кард. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. аз соли 2005 инҷониб ҳаршанбеи 3 моҳи апрел дар душанбе рӯзи пойтахти кишвар ҷашн гирифта мешавад. бо ин ки таърихи пойтахти тоҷикистон эълон шудани душанбе 14 октябри соли 1924 мебошад, иди пойтахт бештар ба хотири ташкили маъракаву озмунҳои фарҳангиву ҷамъиятӣ мисли маҳаллаи беҳтарин, марафони дав, мактаби сол ва ғайра таъсис шудааст. 17 апрели соли 2000 нахустин ҷаласаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон баргузор шуд, ки палатаи болоии парлумони Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. раҳбари маҷлис он замон Маҳмадсаид Убайдуллоев аз рӯи қонун дуюмин шахс дар ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. 20 сол баъдаш 17 апрели соли 2020 Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе ва писари калонии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон раиси Маҷлиси Миллӣ интихоб шуд. ҳукумати Тоҷикистонро мухолифону мунаққидонаш барои мавридҳои хешутаборӣ як ҳукумати хешутабори худкома меноманд. 17 апрели соли 1923 таърихшинос Борис Литвинский таваллуд шуд, ки 87 сол умр дид ва бо омӯзиши таъриху ҳафриёти тоҷикон ва дигар мардуми Осиёи марказӣ маъруф шуд. Литвинский, ки бо даъвати шахсии Бобоҷон Ғафуров раҳбари Тоҷикистони шӯравӣ ба Душанбе ба кор рафт, мактаби археология ё бостоншиносии тоҷикро таъсис дод ва дар кашфи нишонаҳои маданияти тоҷикон аз замони истилои Искандари Мақдунӣ нақш дошт. муаллифи аввалин китобҳои таърихи тоҷикон барои мактабҳои миёна мебошад. як сухани ӯ ки гӯё ба ҷои Бобоҷон Ғафуров тоҷиконро навиштааст моҷароангез шуд ва чандин донишманди тоҷик собит карданд ки ҳақ ба ҷониб нест. бонки миллии субҳи имрӯз 1000 рубли русиро ба 137 сомонӣ, 100 евро ба 1123 сомонӣ ва 100 доллар 1086 сомонӣ муқаррар кардааст. дар бонкҳои тиҷорӣ бошад 1000 рубли русӣ 127 сомонӣ харид ва фурӯш 129 сомонӣ, 100 доллар 1070 сомонӣ харид ва фурӯш 1085 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. агар назару пешниҳоде доред ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдор.